سلام دوستانی عزیز و همراهان نهایت گرامی، بینندگان همیشگی چینل روشنگری. در موقعیتی فعلا که قرار داریم نقطه بسیار حساسی است که میتونیم چندین بند را از اینجا مشاهده کنیم. بند اول، این هم بزرگترین بند امیر، همین ساحه و همین نقطه است که نام بند امیر یاد میشه. واقع در یکی از ولسوالی های بامیان باستان. اینم سرک مخروبه. این سرک واقعا نیاز به بازسازی دارن. نیاز سرک بسیار خراب و بسیار اذیت کننده. از تقریبا نیم ساعت یا بیشتر از یک ساعت را از سرک پخته است میاییم بسد اگر توجهی صورت بگیره به خاطر اعمار این سرک، مصارفی یا درآمدی یک هفته‌ای همین بند میتونه این سرک را اعمار بسازه. متاسفانه همچنانی که قبلا هم عاید این بند به دست عده‌ای از کسانی میرفت و امروز هم عایدی که بسیار خوب داره و بعضی مبانی هم از طرف امر معروفی امارت اسلامی صورت میگیره که مانع ایجاد میکنه تا اینکه خانما و فامیل هایی که از کابل و اطراف افغانستان از گوشه و کنار خاطر سیاحت و دیدن این بند امیر میایم. متاسفانه موانع ایجاد میشه. از کمربندی اول موترهایی که فوری باشه و خانم‌ها همراهش باشه نمیگذاره که ما هم نتونست بیاییم از یک راهی طولانی و دور سمت یک کوننگ آمدیم تا اینی که در این ساحه رسیدیم. دوستانی که قصد آمدن به بند امیر را دارد خواستم یادآور شوم و اونا هم بدانند که موانع جدی به خاطر آمدن و سیاحت برای خود وجود داره. اگر این موانع برطرف نشود ضربه جدی به عایدات و پیکر این پارک ملی، یکی از پارک های زیبا و قشنگ تقریبا در منطقه بی‌نظیر است. میشه امیدوارم مسئولین محترم تجدید نظر نماید و رفاه و آسایش مردم بیشتر توجه کنید. بدرود. محمد عارف نبی‌زاده، بند امیر، سیمای ایلی از های 1403. بند امیر